ورزش کشتی که میتونیم بگیم رشته اول کشور ما هست و دل مردم رو همیشه شاد کرده و با اختلاف پرمقام ترین و پرمدال ترین رشته کشورمون هست. وقتی یه قهرمان بسیار بسیار بزرگ مثل حسن یزدانی رو ما در کشورمون داریم که میاد 10 مدال مسابقات جهانی و المپیک رو میگیره و این ورزشکار در 3 المپیک جزو بهترین ها هستش، طلا و نقره رو کسب میکنه. خب اگر بازه زمانی هر المپیک 4 سال باشه، یعنی این فرد 12 سال بهترین دنیا بوده در رشته خودش و در وزن خودش. خیلی سخته، خیلی پشتکار و اعتماد به نفس، انگیزه بالایی میخواد که یک ورزشکار سالهای متمادی بیاد و بهترین خودش باشه و بهترین دنیا باشه، عملکردش کمترین افت رو داشته باشه و بره به سمت المپیک 4 خودش. امیدوارم این اتفاق بیفته، چون ما کمتر ورزشکاران ایرانی داریم که المپیک 4 و 5 رو تجربه کرده باشن.